سلام دوستان، امروز براتون نشان میدم که من چطور $551 سود کردم و خب در حقیقت $700 بوده، ولی به خاطر از اینکه 20% خود شرکت فاندد نکس یا پراپ فرم من همراهش ترید میکنم گرفته و $551 به خودم داده، یعنی 80% باقیش را. خب اینا بیشتر در فیصد حساب میشه. خب اول از همه من این ترید چطور گرفتم، بالای چی گرفتم؟ من این ترید بالای جی بی پی گرفتم تاریخ 21 اکتبر و امروز روز پی اوت هستم و خواستم یک ویدیو داشت بگیرم. خب اول از همه از بگذاریم قانون. کسی که تریدر باشه، کسی که پراپ فرم تریدر است، خب قانون ترید چه قسم است؟ همین من ریسک منیجمنت یا مدیریت سرمایه شو بهتون میگم. این قسم نیست که تو وقتی که مثلا ترید میکنی در پراپ فرم، البته فقط همینطور است. فقط یک تا پراپ بگیر. خب زمانی که پراپ رو پاس کردی، بعدش فاز اول و فاز دوم هر دویش پاس کردی، در فاز پی اوت که رسیدی، وقت اکانت فاندیت شده، باز او وقت یک تا ترید کن دیگه، صبر کن، منتظر پی اوت باش دیگه قسم نکن که مثلا دوباره ترید بگیری بالا بخوای سودی خیلی زیاد کنی. مثلا اگر اکانت 6k میگیری، خب من پایین ترین رو الان براتون میگم، اگر یک اکانت 6k میگیری دنبال از این نباش که مثلا وقتی اکانت فاز اول و فاز دوم پاس کردی دیگه دنبال از این نباش که بالای از 100 تا ترید دیگه بگیری که سود زیاد شوه. نه دیگه، یک تا ترید بگیر و مو قسمی که قبلا ترید میکردی، مو چالش یا اگه خواست ریسک پایینتر بیاری، بازمو که تیپی شد دیگه صبر کن، منتظر پی اوت باش. پی اوت کشیدی دفعه دیگه باز منتظر یک ترید بعدی بزن. خب این در حقیقت یک چیز است که بالای پراپ فرم است. خب بالای اکانت های شرکت هایی که کار میکنین میتونن نمیخسیم ترید کنین. خب من میرم $551 ریکوست میتونم برای دریافتش. آره خب پی اوت ریکوست لوگین $551 خواهم اینجام. خب اما اکانت تایپ CFT نیوز تریدر. خب این دفعه خوبشن نیوز ترید نگرفته، چون دفعه پیش اینجا خودتون بیدین ما $1.4 ما $700 سود کرده بودم و $700 نیوز ترید گرفت و فقط چند فیصد به من داد که $1.4 شده. خب این دفعه خب نگرفته. خب این شرکت هم که قسم هست که کوشش میکنه مبلغ کمتر به شما بده. شما کوشش کنید وقتی که چالش را پاس میکنین، وقتی که ترید میکنین در بالای پراپ فرما، هیچ کدام نقص ترید شما نداشته باشه. منظور میسته که هیچ ممکنی بر شرکت ها نتین تا اکانت شما رو در بهانه بگیره، یعنی هیچ بهانه‌ای نتین که اکانت شما رو بگیره. مثلا درست در فاندد نکس در حالی که نوشتن نکرده که در اکانت فاندد اجازه نیوز ترید نداره، ولی در حقیقت این قسم هست. خب الان اگر تو براشون مسیج من بهتون بگم این قسم هسته و اونا باز بر من آره ورقش نوشته میکنه، میگه ما از اول بر تو گفتیم که در فاندد اجازه نداره نیوز ترید کنی. خب به هر صورت دیگه خب سلکت پی اوت کدامش من انتخاب میکنم. من خودم خواهم میشه USDT انتخاب میکنم و چوس نتورکس. خب اینایش من الان میرم بالای اکانت بایننس خودم و از اکانت بایننس خودم براتون درست میکنم، یعنی چوز نتورک شم پیدا میزنم همراه USDT آدرس. خب دوستان من وارد اکانت بایننس خود میشم، اساس کلیک میکنم اد فاندز آن چین دیپوزیت و اینجا هم USDT چون اونجا انتخاب کرده بودم. خب بالای کدام نتورک در اونجا من TRC20 رو انتخاب کرده بودم و اینجا هم TRC20 ترون رو انتخاب میکنم که باید هم ترون انتخاب کنم و در اینجا لینک از اینجا کپی میکنم و در اونجا دوباره کپی میکنم میشه. خب من TRC20 رو انتخاب میکنم و اینجا کپی میکنم آدرس بایننس خود و بالای سابمیت. خب این خواهم میکنه که تمام چیزا رو باید درست انجام داده باشیم اینا. خب پروسید سوال میکنم. خب یک کد الان بدم یا کلیک میکنم. خب pay out request is successful. خب این از ریکوست شد و الان منتظر میمونم و این هم ریکوستشون قسمت است که 24 ساعت باید برسه، یعنی اگر 24 ساعت نرسه پول رو بالاتر میبره، یعنی 2 برابر میکنه. خب اینا نمیخوایم چنین اتفاق بیفته، همین خاطر
پول را احتمال 99.9% در ظرف 24 ساعت در حساب بایننس ما انتقال میده. خب دوستان امروز که میبینیم تاریخ 5/11 است و فردای درست است. قسم میبینیم پی اوت هم انجام شده که اینجا من آمده $551 ویدرا شده و در کل $854 و اینجا هم که سرتیفیکات شما داده و دوستایی که میخواین همراه پراپ فاندینکس کار کنید میتونید از لینکی که در دیسکریپشن ویدیو است وارد امی پراپ شوین چون به شما 12% چی بده در اکانت های CFD براتون تخفیف میده و 10% در اکانت های فیوچرز که پراپ فاندینکس که هم CFD داره و هم فیوچرز.